در صورتی که پرونده شما منفی دریافت میکنه یا شما جواب رد دریافت میکنین، اکثریت هموطنای ما کوشش به این میکنن که به خاطر سردرگمی کشور رها کنن و به کشورهای دیگه برن مراجعه کنن. به هر کشوری که برین شما دچار شکار قانون دوبلن میشین. به او خاطر پیشنهاد ما و پیشنهاد دفتر دین یوریس بیرو این است تا شما به خاطر تثبیت سرنوشتتان علیه هر اعتراض شما بتانین، حق دارین که اعتراضتان نشته کنین و به محکمه و یا به اداره مهاجرت بفرستین. این که اعتراض چگونه تهیه میشه، کدام مشخصات داره، این مربوط به یک شخصیت حقوقی که در این مسلک آگاهی و دانا باشه و نخبه باشه میتونه به مشکلات شما رسیدگی کنه. اگر شما همچو قضایا رو دارین یا همچو پرونده رو دارین، میتونین که با انتخاب دین یوریس بیرو از این مشکل و از این سردرگمی نجات بیابین. شماره تماس ما و آدرس ما در ویدیوی متذکره در ذیل ذکر شده. شما میتونین با ما به تماس شوین و از خدمات ما مستفید شوین. وقتان خوش. الله نگهدار.